سلام برابکس یوتیوب، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با آموزش گرفتن کارت طلایی. اول از بخش اچیومنت ها شروع میکنیم. میایم اینجا. میشن اول اینجوری هستش که باید شما با 10 کیل توی 200 مچ رو تموم کنی. رنگ کاپ باشه مچاتون. اینم همون جوریه، رنگ کاپه، ولی 4 کیل توی 1 دقیقه باید بزنی. این یکی هم 3 کیل توی 1 دقیقه توی رنگ کاپ. یه بار کاپتون به ایستومیناتور برسه، این یکی هم کامل میشه که کارت طلایی میده. چیکناتون 50 کی بشه، مثلا 50 کی چیکن جمع کنید دوستاتون بهتون بدن یا تبادل بزنید، 2 تا کارت طلایی هم اینجا بهتون میده. 1,000,000 بی پی خرج کنید که آخر ویدیو بهتون نشون میدم چجوری بی پی هاتون رو خرج کنید. اینجا هم یه 4 تا کارت طلایی بهتون تعلق میگیره. و این ریوایواتون به 500 تا برسه، فکر کنم 4 تا یا 6 تا کارت طلایی اینجا بهتون میده. این یکی میشنش هم هست 20 کیل توی 1 مچ، فرقی نمیکنه. اینم روشش اینجوریه، شما میتونید الان که کلاسیک رنگ کاپش به همشون بات میافتن، میتونید یک کلاسیک رنگ کاپ استارت کنید، 20 کیل توی 1 مچ بگیرید، یا اینکه سرورتون رو عوض کنید، سرور آسیا یا اروپا هر چی که هستی میتونی سرورت رو عوض کنی و این 20 کیلو انجام بدی. این یکی میشنش 2000 کیل با گانای رایفل AR هستش، مثل M4 M700 گروزا AKM اسکارل و غیره که میتونی انجام بدی. و این یکی اینا هر کدومشون 10 تا کارت طلایی داره. این یکی هم SMG هستش، گانای مثل UMP UZ PP پایزن تامسون و غیره. با اینا تو مچهای مختلف کیل بگیرید، به جز آرنا فقط کلاسیک باشه براتون حساب میشه. همینجوری که میایم پایین، این یکی هم باید انمی با ماشین حرکت کنه، شما بزنیدش. سرعت انمی حداقل 40 کیلومتر بر ساعته. 200 بار این مأموریت انجام بده، شما 10 تا کارت طلایی بهتون میده. و پایینتر اینجا شما 10 تا متیک داشته باشه اکانتتون، میشنش انجام میشه و 10 تا کارت طلایی بهتون تعلق میگیره. 25 تا اسکین گان داشته باشی، 6 تا کارت طلایی اینجا بهتون میده. 200 نفر رو با فیس کنید، با مش کیل بگیری 200 نفر میشه 10 تا کارت طلایی. و شاتگانش هم مثل قبلی هست، با شاتگان هر شاتگانی باشه فرقی نمیکنه. تو کلاسیک 1000 کیل باید بگیری که من 374 تا زدم. اینجا هم اسنایپ هست. برای این اسنایپ و شاتگان یه سری مپای خاص وجود داره که آخر ویدیو بهتون توضیحشو میدم. این برای اسنایپ هست که باید 1000 تا با اسنایپ بزنی. اسنایپش فرقی نمیکنه، کار 98 باشه، ای دبل باشه، ام 24 باشه. و این یکی یکم سخته ولی شدنیه. 3 تا وین پشت سر هم میکنه، این مدالشو بهت میده. بعدش هم هر دست مچی که وین کنیم یه مدال به مدالات اضافه میشه و بعد 150 تا از این مدالات جمع کن. یکی هم هست با پیستول هم باید 200 تا کیل بگیری، فرقی نمیکنه پیستولش چی باشه، فقط توی کلاسیک باشه. این یکی هم هستش لول آرناتون باید به 60 برسه، برای من 58 به 60 برسه 2 تا کارت طلایی بهتون میده. و اینا بود بخش اچیومنت ها و شما اینا رو که انجام بدی از اینجا بهتون کارت طلایی هم از اینجا بهتون میده. از این بخش میایم بیرون و شما اینجا میتونی شما روزانه کارت طلاییاتون رو با سیلور بخرید که من خریدم. این یکی از روش هاست. یکی دیگه شون هم میتونی شما اینجا با
کارت دوستی یا کارت فرند جعبه طلایی بگیری که اینجا من میتونم بگیرم. مثلا ببین من یکی رو میخرم. و اما مپ اسنایپ، قبل اینکه مپ اسنایپ رو بهتون نشون بدم اینجا میزنیم روش خرج کردن بی پی رو بهتون یاد بدم. ببین میای بخش باکس آخری رو میزنید و اینجا بی پی هاتون رو اینجوری میزنید، هر چند تا بی پی که داشتید تا به 1,000,000 برسه سیلور بهتون میده و این وسایل باکسشه. و اما مپ اسنایپ اینجا می بخش آن رنگ، این آخری 4 تا این بالا هست، این آخری رو میزنی. اینی که الان قفله مپ اسنایپه و این یکی هم مپ رندومشه. شاد یه مپ هستش، یه مچو میذاره شادگان، یه مچو کلت میذاره، گروزا میذاره، رایفلی میذاره، اس ام جی میذاره، هر چی که رندومه دیگه. و این مچ هم اینو نزنید، تو این هیچ اچیومنتی حساب نمیشه و حتی ماموریت آر پی، چون این یه مچ الکیه به نظر من، اصلا مهم نیست. و این یکی هم که مپ اسنایپ قفله و ما نمیتونیم بزنیمش، پس یه مچ شاتگان استارت میکنیم تا استارت بشه. خب استارت شد. من این مچ ها رو سولو میزنم بخاطر اینکه سولو بهترین حالته. اگه اسکواد داری که با اسکوادتون یا دوستانتون پلی بدین، اگر هم نداری مثل من سولو پلی بدین. سولو یه ویژگی خوبی که داره، هر چند تا که بتونی کیل میگیری، بعدش هم بمیری تو اسپی که کسی وای نمیستی، مستقیم میری لابی. اینم مپمون. اینجا بپرم شلوغ بشه. 1 2 3 نفر. گیریم راش بدیم به این برادرمون که طبقه دومه. اه Пожалуйста, не добивай. نونی. خب نونی رو این علی زد، بریم ببینیم ما با این علی چی کار میکنیم. یکی هم اونجاست فکر کنم. یارو شاتگان داره جلو.
اوه باید بریم. همه چی رو ول میکنیم فرار. بچه خیلی زونشون قویه. چهارده تا دیگه تیر برام مونده. این حیانی جلومه اینجاست. رو فکر کنم خودم لوتش کردم. کاش حداقل یو ام پی رو برداشته بودم. ولی بازم تیر خوب ندارم. تیر اسکارل 16 ثانیه دیگر میرم. چیه؟ من باگم. تو این مچ یه فایده دیگم که داره، چه اسنایپ بزنی، اس ام جی بزنی، کولت بزنی یا فیسات انجام بدی، همه رو حساب میکن. اینجوری نیست که فقط بخواد مثلا تو بخوای یگانو بزنی همون یگانو قبول کنه ازت. با خلاصه دیگه این مشکلاتو داره.